درود بر شما هموطنان عزیز و گرامی. امروز دوشنبه 1 مهر ماه 2583 شاهنشاهی و 23 سپتامبر 2024 بنده حاجیانی متخلص به پارسه برنامه راه آزادی در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. دوستان، یه آماری از کشته شدگان که پیجرها و به حساب دستگاه‌های اطلاعاتی حزب الله رو بهتون میدم و شاد باشید. هموطنان عزیز، پیش از هر چیز مردم ایران، ما از ارتش اسرائیل که ارتش خداست، دستان خداونده، حمایت میکنیم. کل مردم ایران در تمامی فضای مجازی، در اسرائیل به فارسی، در رادیو ران و خیلی خیلی جاهای دیگر، رادیو اسرائیل ران اینو بنویسید، اونجا مدیر مسئولش جناب آقای دوست عزیز و نازنینم جناب دی جی رانی امرانی اونجا هست و مرتب ما داریم کامنت ها همش به نفع اسرائیل و ارتش اسرائیل از طرف مردم ایران، جوانان ایران اونجا دیده می شود. بله هموطنان، من یه لیستی از اینا خدمتتون میخونم. بله ایزان 879 نفر کشته شدن. از این کشته شده ها 79 نفرشون یمنی هستند، 131 نفر پاسدارند و 291 نفر از فرمانده های ارشد حزب الله هستند. 1735 نفرشون، ببینید اینو من براتون میگم در مورد دستگاه تناسلیشون، شامبول آقای پاسدار کنده شده و اون حالا حزب الله ها و فلان اینا، بعد حزب الله لبنان منظورم، و 509 نفرم آسیب چشمی دیدن. همینایی که گلوله میزدن به چشم جوانای ایران و جوانای ایران رو کور کردن. برای چه ما به ارتش اسرائیل میگیم ارتش خداوند، دستای خداونده؟ مطمئن باشید هموطنان عزیز که آمار تعدادی که اینا کور کردند از یعنی تعدادی که از جوانای ایران کور شدن، اینا بیشتر کور شدن. چقدر خدا هوای ایرانی‌ها رو داره. این شاد باشید، خوشحال باشید. 491 نفرشون کاملا کور شدن، یعنی هر دو چشمشون از دست دادن. 491 نفر اینا کور شدن. البته اینا هزینه های بسیار سنگینی بر دوش ملت ایران بر جای خواهد گذاشت که خیلی از اینا رو آوردن در بیمارستان های ایران و اینا رو علاج کردن. که دکتر لبنانی بود اعلام کرد که ما تا کنون اینقدر چشم رو تخلیه کردیم. بعد 2187 نفرشون قطع اعضا شدن که حالا دست و پا بود و اینجور چیزا. و این از آمار چیشون، خسارت جانیشون. بعد جالبه شما نگاه کنی، علی خامنه ای اصلا برای کی صحبت میکنه؟ برای دیوونه ها صحبت میکنه؟ برای روانی ها صحبت میکنه یا خودش روانیه؟ میگه بله ارتش اسرائیل اومده کودکان رو چی کرده؟ آسیب زده. کودک چه کار داره دستگاه پیجر اطلاعاتی و امنیتی دست بگیره؟ کودک چه کار داره بیسیم دست بگیره و اون دستگاه های انتقال اطلاعات نظامی؟ کدوم کودک اونجا بود؟ و کودک رفته بود چه کار بکنه توی اون پیجر مال نظامی؟ پیجراشون یه بوق میزد اول، اینا نگاه که میکردن ببینن کیه، همونجا میترکیده تو صورتشون، دهنشون رو سرویس کردن. خب این که ملت ایران در این باره شاد هستن هیچ شکی نیست.
حالا صحبت‌های خامنه‌ای بهش میپردازیم، فقط اینو ما از پیش شادیمون رو بکنیم بعد میریم سراغ حرفای چرندوی خامنه‌ای. حرفایی اصلا تفسیری نداره حرفی آدمو. چی شد؟ شما میگفتید که ما انتقام سخت میگیریم. انتقام سخت که انتقام نرم هم نتونستید بگیرید. چه افکاری انتقام سخت میگیریم. چی شد؟ گرفتید؟ همینطور انتقام سخت میگیرید. مردک مگه مسخره است. اون بابای اسرائیلی سالیان دراز اونجا نشسته که تو بیری انتقام سختش بگیری بچه‌هاشو بکشی، بگیری مملکتشو، نمیدونم بچه یهودی ها رو بگیری سر ببری. و اینطوری که نیست. اینا آمار بسیار کمی هستن در دنیا، از خودشون دفاع نکنن. اگر ارتش اسرائیل هوای اینا رو نداشته باشه و حق برگردنشون داره. اگر یه خانواده یهودی در هر جای دنیا ارتش اسرائیل ازش دفاع میکنه، اینا هم باید بدونن که ارتش اسرائیل، خاک اسرائیل برگردن اونا حق داره. البته که اونا هم این کارو کردن، حقو به جا آوردن. زمان جنگ جمع شدن از هر گوشه دنیا رفتن به اسرائیل و برای جنگیدن. حالا یه مشتی نیرویی که حالا آموزش دیده بودن یا آموزششون دادن، ولی به هر حال ایستادگی کردن. چه شد انتقام سختتون؟ انتقام سخت که نگرفتید بازم خوردید. علی خامنه‌ای تا دیروز میگفت که چیه؟ خدا گفته که در قرآن گفته که صبر استراتژیک کنید و دشمن رو فلان کنید و صبر کنید و اینطور کنید فلان کنید. بعد حالا اومده که نه، قرآن گفته که تلافی در بیارید. این قرآن چطوری که باب میل تو صحبت میکنی؟ قرآنش هم معلومه کدوم صفحش میخونی تو. صفحه چند کاتی پاتی قرآن نکن، جداگونه برات نوشتن. و اون زمان اومدید که گفتید که اون یه آخوندی بود میگفت امام نماینده تو بود که امام زمان گفته، دیدن که هواپیماها اومدن تو خلیج فارس، از هر گوشه جنگنده‌های امریکا و فلان اینا اومدن. حالا امریکا که فعلا طرفدار اینا هست، طرفدار جمهوری اسلامی، اینا دست نشانده امریکا هستن، فرق چه میکنه؟ و بله دیدن که اینا اومدن بی 52 های امریکایی و نمیدونم فلان فلان اینا ناوهای هواپیما بر حرکت کردن به سمت دریای ایران. گفتن که امام زمان گفته که نه، جنگ نکنید، فرار رو برقرار ترجیح بده. شیعه باید دانا باشه، باید تقیه بدونه، باید فرار بلد باشه. و چطور شد که الان جدیداً صحبت‌های الانش اومده چی گفته؟ نگاه کنید در یه دقیقه من صحبتاش میخونم، فقط ببینید چند تا مغلطه تو این دروغ و اصلا قاطی پاتی شده. یعنی به کلی یا حرف یا آدم سالم نیست که 10 روز پیش صحبت کرده و بعد از 10 روز مجددا میاد دوباره صحبت میکنه. این حرف یه آدم سالمی نمیتونه باشه. یا اگر از لحاظ مثلا اون روحی و روانی هم اگر اون روان پریش نباشه، سالم، یعنی سالم مونده باشه، اخبار و اطلاعاتی که بهش میدن اشتباهه. یعنی بازم اگر باشه باید این امتداد حرفاش به هم بخونه، باید یه هدف رو دنبال کنه. اصلا این تعریفی از اون چیزی که هدف نداره. یعنی یه جوری از بپرسید که آقا شما چه تعریفی داری از جمهوری اسلامی، از هدفتون، از اسرائیل، شما اونو چه میبینید؟ از حزب الله مثلا، اون نمیدونم محور مقاومت اینا که گفتید، چه تعریفی دارید؟ شما چه تعریفی از انتقام سخت دارید؟ چطوری باید انتقام گرفت و که نامشو بزنید؟ مثل تعریفش از مستضعفین ها، وقتی میخواد دزدی کنه هیچ چیزیش به هم دیگه مثلا الان میخواد دزدی کنه میگه خب مستضعفین که همین آدمای فقیر و اینا که نیستن، مستضعفین که منم که رهبر اینجا هستم. و این اخیراً یه چند روز یه چند تا آدم احمق اینجا توی بازار اینجا نشسته بودن حرف چرند میزدن که مستضعفین آدمای فقیرن، باب شده این مستضعفین که آدم فقیر نیست، مستضعفین نمیدونم چه حرفای دیوانوار و رو بوی جنون میده این حرفاش. نگاه کنید الان اینجا. خب
میگه که دشمن، که حالا یا همون اسرائیل منظورشه دیگه، خب میشه اسرائیل اینجا معنی کرد، که اگر از دشمن ضربه خوردیم امروز، یا مثلا ما بیایم و جا بخوریم، یا اگر فلان طور باشه ما جا بخوریم و تلافی در آوردیم، باید تلافی در آورد و الا. بذار من کل صحبتاش اینجا بودم، بذارید که من صحبتاش رو داشتم از حفظ میگفتم که آره ببخشید، میگه این دیوانه، میگه خامنه‌ای روانپریش، میگه این حرکت، ببخشید از این حرکتشون، جنگ روانی دشمن در عرصه نظامی وارد میشه و نتیجهش هم اینه که حساب اینجوره. خلاصه این اصلا جنگ روانی نیست. جنگ روانی چه جنگیه؟ که آقا اون قبلی بود، مثلا میشه هواپیماها و ناوهاشون رو وارد خلیج فارس میکنن، این میشه بگی جنگ روانی، اما کسی کشته نشده. این جنگ روانی نیست. شما الان اینو من آمار خوندم براتون، چقدر کشته دادید شما؟ 879 نفر شما کشته دادید، 131 پاسدار کشته شده. این جنگ روانی که نیست، این جنگ شما تو جنگید مرد که احمق. بعد نمیدونم اون شامبولتون 1735 نفر اون بلبلشون از دست دادن پیش خمینی و آج قاسم و شاش قاسم اونجا بردن دفن کردن. بعد نمیدونم اون 2187 نفر قطع عضو شدن. جنگ روانی چیه؟ چه مردی که دیوانه، چی تو اومدی گفتی؟ بعد میگه قرآن کریم گفته که چیه؟ این غضب عقب نشینی در واقع موجب غضب الهی میشه. عجب، قرآن کریم گفته. تو که تا دیروز میگفتی عقب نشینی خوبه و نمیدونم صبر استراتژیک و مبر استراتژی، باور نمیشد دوباره بزنن تو دهنه. حالا فردا توی همون تهران میان میزنن دوباره چک پوزتون رو میریزن به هم. دوباره میخوای چی بگی؟ میگی صبر چه طوری بود، مثلا استراتژیک بود، استراتژیک بود. اصلا چه چیزی داری بسازی؟ تو تا دیروز اومدی گفتی که صبر استراتژیک ما باید داشته باشیم و قرآن اینطوری گفت. الان اومدیم این قرآن از دید قرآن این غضب الهی اگر ما انتقام نگیریم. تو اومدی گفتی اون یارو رو فرستادی، گفتی برو تو امام جمعه بگو که امام زمان گفته نه فعلا جنگ نکنید و فعلا فرار کنید، عقب نشینی کنید. دوباره اومدی امروز اینجا اومدی ما میجنگیم. چطوری؟ خب پس چه کی میخوای بجنگی؟ چطوری میجنگی؟ با چی میجنگی؟ با همین قارقارکایی که قبلا رفتی جنگیدی؟ با کی میجنگی؟ با اینا اصلا با خودت نمیتونی بجنگی. تو دشمن فرضی هم بری شکست میخوری شما. بله گفتید امام زمان گفته که چیه؟ اگر دخترای 16 ساله اومدن تو خیابون مثل حیدر کرار با کلاشینکوف با اسلحه شاتگان چشمو کور کنید، بزنید، به گلوله ببندید، بکشید، امام زمان گفته براده خود من اصلا نگران نباشید، شما هیچ نگران نباشید. ولی اگر که اسرائیل اومد نکنه، امام زمان گفته با ارتش اسرائیلی دیونه بازی در بیاری، با ارتش اسرائیل درگیر بشید. اون من نمیام، اون خودتون دیگه میدونید. اگه با ارتش اسرائیل درگیر شدید همون کار رو بکنید که خامنه ای قبلا اومد چی گفت؟ اون فلسطینی‌ها خودشون بلد بودن اینطوری اومدن اونجا داخل روزی که 7 اکتبر 2023 میگفت فلسطینی‌ها خودشون آدمای شجاعی خودشون بلد بودن، ما اصلا کمکشون نکردیم، ما بلد نیستیم این چیزا رو. امام زمان همین گفته اگر دختران 15-16 ساله ایرانی بود بکشید، با
شمشیر حیدر کرار من براتون گذاشتم برای همچین موقعیتی، بردارید و بکشید. ولی اگه ارتش اسرائیل اومد و رفتید، من نمیام، من نیستم، فردا نگی امام زمان بیا ظهور کن و فلان کن، من نه ظهوری میتونم بکنم نه ظهوری، برید خودتون میدونید خودتون. گوش حرف من اگه بکنید، با اسرائیل هیچ گونه ما دشمنی اصلا نداریم. یه اشتباه لفظی بوده، اصلا ولش کنید، فراموش کنید، اصلا ما رو نزده، هاشا کنید. اگه 100 تا پاسدار دیگه بکشنم، شما بزنید زیرش، بگوی نه هیچ کی کشته نشد، اینا دشمنه. که میگن هر کی گفت شما رو کشتن، شما میگین نه دشمن، اینو حسادت میکنن. ما خود اسرائیل با هم مثلا ما خیلی قدرتمندیم، اینا حسادت کردن گفتن اسرائیل شما رو کشته. آره اینو بگید، خوبه، اینو بگید، تحویل مردم ایران بدید. بعد دوباره میاد این وسط حرفاش، خب بعد یه چیزی همیشه اینو میگه، متوجه هستید؟ به خدا میداند این حرف که میزنه بعضی از جا، نه بعضی جا، خیلی جا، هر جا تو دهنی میخوره از اسرائیل، میاد چی میگه؟ یه سری چیزهایی رو مثلا میگه اسرائیل اومده کودکان رو زده، اسرائیل اومده مدرسه ها رو مسموم کرده، یعنی کارهایی که خودشون میکنن. خب اسرائیل میاد مثلا به کودکان تجاوز میکنه، یعنی چی؟ اینا رو ما کردیم. این الان داره به کی میگه؟ به حزب اللهیاش میگه که ما تلافی در آوردیم، یعنی ما از قبل زدیم. اگه امروز اسرائیل داره ما رو میزنه، موضوع اینه که داره از مردم ایران دفاع میکنه. اینا خوشحالی کردن، شادی کردن وقتی اسرائیل ما رو زد. اونجایی که ما مدرسه ها رو اومدیم مسموم کردیم، اونجایی که ما دختران رو تو خیابونا زدیم کشتیم، اون به تلافی این شادی بوده. این شادی امروزی که شما به خاطر اسرائیل، به خاطر ارتش اسرائیل ما رو دمپاییتون حساب نکردید، ما رو به اندازه ارتش اسرائیل حساب نکردید، این اون کشتنا به این خاطره. خدا میداند هموطنان عزیز، به خداوندی خدا، منظور علی خامنه ای از این حرف همینه. میگه که یعنی ما اگر اومدیم و مردم ایران و کودکان رو کشتیم، دقیقا اینجا داره اشاره میده به طرفدارانش، به حزب اللهیانش، فلان جا که ما این کارو کردیم به این خاطر بودا که امروز پیجرهای ما رو پکندن، دهن ما رو اسرائیل سرویس کرد، اینا خوشحالن. این همیشه هم این حرفو میزنه، هر جا تو دهنی خوردن میاد چه کار میکنه؟ کارهایی که توی ایران انجام داده، سر جوانای ایران آورده، جوانای ایران رو به دار کشیده، میاد در لفافه، در یه چیز بسیار پوشیده و پنهان اشاره میکنه. خب اونا خودشون میدونن طرفداراش کیان، همون سرتیپای سپاه هستن و یه مشتی هم خانواده های حزب الله به این اونا دیگه به اینا انتقال میدن که این حرفای آقا معنیش اینه. خودشون بهش میگن آقا نه آقا. آقایون هموطنان عزیز، آقا با غین مثل باغ، آقا رو تحقیق کنی روش تا بدونید معنی آقا و آقا چیه. بله اینو اونا دیگه میگن که منظور حرف این آقای خامنه ای که معلوم نیست این آقا بودن و اینم بقیه بچه ها کجا آورده، یکی هدیه بهش داده خدا میداند، هدیه امام زمانه. آره اونم امام زمان براش فرستاد، یا من نصف شبی به نظرم براش هدیه بهش داد. خلاصه و مثلا مخصوصا مجتبی هدیه اصلی امام زمانه. اینطور جایی که میاد از خرابکاریاش در ایران نام میبره، منظور اینه که این تلافی ماست. اینها دشمنان اصلی ایران، دشمنان اصلی ناسیونالیست ایرانن.
و کشتن ایرانی رواست برای اینا، کشتن ایرانی ثوابه براشون، کشتن ایرانی اوجب الواجباته. مخصوصا اصفهان که میرسن میگن این دشمنان اهل بیتن، مردم اصفهان و فلان، و حدیث داریم و حدیث نبوی داریم و حدیث علوی داریم و حدیث فلان داریم. فقط اینا دشمنان خاک ایرانند، دشمنان ذره ذره خاک ایرانند، چون که ذره ذره خاک ایران متشکل از جسد کوروش و بزرگاخوامنشیه. اینها کاملا هر جا دیدی ایرانی میکشن، یه اذنی، یه اجازه از قرآن، یه آیه از قرآن یا اذنی، یه حدیثی از امامان خودشون میذارن روش. یعنی ما به فرمان فلان امام اینجا ایرانی ها رو به این شکل کشتیم و ما بر عهد و میثاق پایداریم. بعد این چرندوی خامنه ای چه بود دوباره؟ خیلی این چرنده رو گفته بود، حالا من چند تایشو نوشته بودم. خب جنگ روانی عجب جنگ روانی هم هست. این جنگ روانی به این میگن مردک. خب بعد یه موضوعی هم در مورد جاسوساشون صحبت میکنیم هموطنان عزیز. اینو فعلا جمهوری اسلامی انگار گویی داره در یک مسیر درست، بعد از این همه سال داره در مسیر درستی قرار میگیره. یک سری ما یه برنامه میذاریم در باب انوسی ها، یهودیان انوسی که در سایر کشورها منتشر هستن. یکیش هم احمدی نژاد هم یکی از اینا هست. حالا در این باره ما صحبت خواهیم کرد، اما در یه جلسه جداگونه. خب دستگاه‌های تناسلی که قطع شد تجاوز به دختران ایرانی بود و فهمیدی چشمای ایرانی‌ها که در آوردن دیدید همشون چشماشون در اومد توسط ارتش خداوند، توسط دست‌های پرقدرت خدا بر روی زمین، ارتش اسرائیل. ما مردم ایران از ارتش اسرائیل حمایت میکنیم و هیچ باکی هم نداریم. بله دوستان عزیز، 4 فرمانده جدید در مرکز موشکی شهید تهرانی مقدم اصفهان، خب که اینا در معاونت مسئولین معاونت پشتیبانی و لوجستیک و طرح و برنامه بودند که برای سازمان موساد اسرائیل کار میکردن. پیش از این در 2 وعده های گذشته اینا رو گرفتن که همشون هم سردار بودن. اینها همون نامه‌ای هست به نظرم که کی اومد بهشون داد؟ سازمان CIA امریکا بهشون داد و سازمان موساد قطعا از CIA انتقام خواهد گرفت. حالا یا به شکلی که اونا رو میاره تو جنگ، از این شکل انتقام میگیره که یعنی جاسوساشو سازمان‌های جهانی اینو به یاد داشته باشید که اگر کسی براشون جاسوسی کنه به هر شکل اونو نجات میدن، به هر شکل نجاتش میدن. از زندان درش میارن، یا میذارن دورش تموم بشه، بعد میگیرنش و از کشور خارجش میکنن، یا تو زندان میان میدوزنش. اگه فهمیدن که اعدامه و اعدام میشه همونجا میان میقاپرنش میبرنش. و یا مثل اینجا الان آمار بسیار بالایی از این جاسوساشون دست جمهوری اسلامی، چه بسا که برای از بین بردنشون اینا هر کاری رو میکنن، چه بسا که بزن علی خامنه ای رو سرویس کنن و جاسوساشون رو نجات بدن. و اگر این کار نکنن کسی برای سازمان‌های جهانی کار نمیکنه. این اصطلاح رو میگن جاسوسی. آقایون، جاسوس دارای ارزشه، جاسوس مخبر نیست. به یاد داشته باشید جاسوس شخصی که دارای، جاسوس مسخره نیست، دارای ارزش، دارای اطلاعات داره، کار دستش برمیاد. نه مخبر نمیدونم سپاهی و پلان پاکیده که 10,000 تومانی میذارن تو دستش، مادر خودش هم میبره میفروشه.
اونو نمیگن. علی خامنه ای خودش جاسوس روسیه است، جاسوس کاگبه است، در فلانجا در روسیه درس خونده، تحصیل کرده، فلان کرده، روش برنامه ریزی داشتن. الانم این مثلا طلاهای ایران که گم میشه کجا میره شما فکر میکنید؟ میره همون جایی که پوتین نشسته. چند میلیارد بود گم شده بود؟ 330 میلیارد به نظرم، 30 میلیارد دلاری همچی چیزی آماری بود که من نوشته بودم. و چند تن طلا و چقدر سکه بار آزادی و فلان، اینا همش اینا میره روسیه. یعنی جاسوس احتیاجی به پول نداره، آرمان داره، مخبر نیست. جاسوس به پول میخواست اینا برمی داشته که پول، اینا همش پوله، برمی داشت برای خودش. جاسوس رو میارن که یه سرزمین رو تسخیر کنن، جاسوس رو تربیت میکنن که بفرسن فردا فلان گوشه از فلان کشور رو میدن دستش که 100 سالم کسی نمیفهمه. بچه های اونم میاد فردا برای سازمانهایی که فلان کار میکنه. تو روسیه مثلا جاسوس کاگبه بوده که بابا خودش رفته توی امریکا، خودش اونجا عمرش تموم شده، زندگی کرده، بچهش رو تربیت کرده برای کاگبه کار کنن. آره شما نگاه کنید، این بهش میگن جاسوس. جاسوس کسی نیست که محتاج پول باشه. من شما توی اینترنت مثلا توی یوتیوب سرچ کنید فرق بین جاسوس و مخبر. مخبر یه کسانی هستن که میان یه دو تا اطلاعات میارن، دو تا چی میارن، یه پولی هم بهشون میدن و آدم فروشی میکنن، فلان میکنن، نمیدونم فلانی ما میخوایم مثلا عوض حاجیانی رو بگیریم، این چند تا اسلحه رو بردار برو تو خونهش بذار، این فلان چی رو اونجا بذار تو خونه، فلان کن، این برو اطلاعاتشو بده. قوم و خویشت روال داری خونهش میری میای و برای هر جا ما گفتیم فلان چی رو بذار تو خونهش، نصب کن، این دوربین اونجا بذار، اینو فلان چی اونجا بذار، همین چیزا. این مخبری پولی هم بهش میدن. بعد مخبرا خوب که پیشرفت کنن کد دارن، کدای 6 رقمی هست که مخبرای خیلی دست آخرن، بعد 5 رقمی، 4 رقمی، 3 رقمی و 3 رقمی آخرشه به نظرم که خیلی مخبرای خیلی چی هن که حرفه‌ای شونن. و اینا خودشون معمولا کسانی هستن که اسلحه میفروشن، فلان میکنن، از دوره قدیم اسلحه فروش بودن تا اونا رو اسلحه هر کس ازشون خرید. من پیش از این بارها گفتم نام کسانی در لارستان یوربار گفتم که آقا بری این آقایون مثلا این کار میکنن، اسلحه‌شون نخرید. مخصوصا اونایی که قدیمی در دراز مدت این کارشونه، باید خیلی مواظب باشید. اسلحه‌ای که به شما میفروشه همه آمار و اطلاعاتش اونجا هست. یعنی میگیره این اسلحه میخواد بده به عوض حاجیانی، شماره بدنه داره، شماره پیستان داره و اینا، فلان اسلحه است، کالیبرش اینه، فلان، این همه چیشو میگیره، عکسش هم میگیره، میده تحویل و تموم شد رفت. پیش نگهداریش به عهده شماست، تو خونه شما تو هم نگهداری میکنی، هر وقت خواستم میان ازت میگیرن. این خرید از اینا به این معنیه. و اونم که نمیان ازت بگیرن به دلیل اینکه جاسوسشون لو نره. اونا هم هستن، کاراشون هم میکنن، هر وقتم اینا ازشون کاری خواستن ما تو اینجا باش کاراتو انجام بده، هر وقت ما یک کاری ازت خواستیم تو برای ما انجام بده، تموم شد. ما مسئله‌تو بفروش، فقط عکس و مکساشو بیار، تموم شد دیگه هیچ. این از این. آیون نگاه کنید، فرمانده سپاس، سرتیپ پاسدار، خداداد علایاری، این خدای دلار پول دستش، این سرتیپ پاسدار. میدونید سرتیپ پاسدار جمیل حسینی، سرتیپ پاسدار عباس قائم پناه، بعد اون یکی ببخشید سرهنگ پاسدار عباس قائم پناه و سرهنگ پاسدار حافظ نشادجو. پیش از اینها هم 6 رأس یه بار گرفتن و 7 رأس پاسدار هم یه بار. اینا الان شد آره جمهوری اسلامی، حالا داریم میری که آدم بشی. پیش از این میومدی چند تا باهایی بدبخت رو میگرفتن، شکنجه میکردن، مردم عوض آجان رو میگرفتن، کتک میدن که تو جاسوس اسرائیلی. خب من اسرائیل تو اون روستای جنوبی ایران چه کار داره؟ میخواد چه چیزی رو بفهمه؟
بعد مثلا می آمدن بابای بهایی رو میگرفتن شکنجه میکردن که تو مثلا بابای بهایی بنده خدا دنبال کارشه، بابا مثلا کارش ساختمون سازی، اسرائیل چه کاری تو ساختمون سازی میخواد چه چیزی بود. بعدش هم الان شد، حالا شد، الان جاسوس و مشخص شد که اینا تو سپاه اسرائیل میخواد. داره این درست شد. و این جاسوس هاییه که اینا نامشون رو دادن و مرتب دارن، یعنی کل سپاه اصلا مال سپاه، کلا مال اسرائیل. خدا شاهده. شما اگر خواستی بدونید فرق جاسوس و مخبر چیه، اینو مثلا احمدی نژاد جاسوسه، خانوادهشون یهودیان و نه یهودی های اسرائیل. میگن یهودی اون یکی هستن ولی نه، زیونیستن یا سایونیست. یهودی ها 3 خانواده هستن، کوهنن و سایونیستن و حالا یه گروه دیگه هم هستن بازم یادم نیست که اینا معمولا سبورچیان خانوادهشون بوده نامشون، یا سبوچیان یا سبورچیان که معمولا هم سبوچیان درست تره، و یا که همون سباقیان هم بهشون میگفتن که کارشون رنگرزی بوده و فلان بوده و اینا. حالا این آقای احمدی نژاد وقتی میاد میگه که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، این به نفع دولت اسرائیله. دولت اسرائیل بهش میگه اینو بگو. وقتی این حرفو زد چی میشه؟ بلند میشه دولت اسرائیل میگه آقا اینا رئیس جمهور مملکتیه، داره میگه اسرائیل باید محو بشه، شوخی نیست، ما داریم جدی میگیم، پس از ما محافظت کنید، اسلحه بهمون بدید، فلان بهمون بدید، هر چیزی که خواستن میتونن راحت از اینا بگیرن از کشور غربی. خیلی تسهیلات، خیلی چیزا گیرشون. مثلا موضوع هولوکاست یه موضوعیه که همه میدانن و واقعیت داره و این بیچارگان این اتفاق براشون افتاده و کشتن و در اردوگاه‌های اجباری کار آشویتس، که حالا همش هم کار اجباری نبوده، آدم سوزی بوده، اصلا جنایتگاه بوده اونجا، که اینا مثلا میاد یه همچی چیزی میگه مثلا خب حالا تو اینو بگو دروغه تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم. دوباره میگن دروغه، همچی چیزی اصلا هولوکاست اتفاق نیفتاده، اگه بوده هم بقیه مردم هم بوده، اینا هم بودن، مال خودشونه، به دستور اون عمل میکنه. اینا میان امتیاز میگیرن، یه موضوع قدیمی از بین رفته ولی خب نه که از بین رفته، هیچ وقت از بین نمیره، ولی خب دوباره میارن و مثلا امتیازاتی که میخوان و مجددا میگیرن. اینه که این آقا هم احمدی نژادی که بچه خواهرش ماهی، من یکی از سیاستمدارای سوریه‌ای دوستم بود، خیلی وقت پیش از این که در اوکراین جنگ بشه، چند سال پیش از اون، میگفت که اینا در اوکراین اینا برجی هر یک ماه پسر خواهر احمدی نژاد $200,000 خرج میکرد، $200,000 پول خرج میکرد. خب نیازی به پول اگر داشت، خب بچه خارج اینا، پس جاسوس اندیشه داره. کسی که میره خودشو به کشتن میده برای پول که نمیره، کسی که برای مثلا اندیشهش میجنگه، اندیشه فراتر از اینجور چیزاست. اندیشه است که انسانو مثلا وامی داره که شما جاسوسی کنی، فلان کنی، شما برای اون سازمانی که درش سازماندهی میشید و براش جاسوسی میکنید، اینا قسم خورده هستید. به هیچ عنوان شما نگاه که علی خامنه ای توی ایرانه ولی تمام پول و طلای این مردم میفرسته، طلا مثلا گاز و نفت و فلان همه چیز که شد، اون مخصوصا اون چند تا سازمان هست که مال یکیش مال همون چیز امام رضا هست و نمیدانم اون فرمان امام است و چند تا از اینا هست که کل دارایی ایران تقریبا بیش از چند دهم دارایی ایران تو دست ایناست. همش کجا میرم؟ تو روسیه. بارها روسا خودشون اعتراف کردن که ما با پول ایرانیم داریم زندگی میکنیم سر پایین. اینا به پول احتیاجی نداره. پس جاسوس کسی نیست که با پول. البته که اونایی که تازه جاسوس ها هم باز ما کسانی هستن که پول میگیرن، اونا مخبرن، اطلاعات میخوان از این سپاه، از این پاسدار، مثلا که پاسدار شما این کار رو بکن، ما اینقدر پول بهت میدیم، تو
مثلا بچه تو بفرست تو فلان کشور خارجی، میارن دیگه. اینا خودشون آدم دارن، تو وزارت خارجه ایران آدم داره، همه جا دارن. یه دقیقه براش پاسپورت صادر میکنن، مثل ماست. همه جا اینا اسرائیل آدم داره، توی ایران مثل آب انجام میشه. بعد بهش پاسپورت میدن، میگن خیلی خوب حالا برو تو سوئد اونجا راحت بشین، وقتی که پول میاد تو حساب پسرت. اینا پاسدار دیگه، اینا برای پول هر کاری رو میکنن. اینا مخبرن، اینا جاسوس نیستن. اینا اون پاسداری که ما نامش سرتیپایی که نامشون بردیم کی بود؟ چه اسمای نسلشون اینجا بود؟ سرتیپایی که ما رو تو اون چیز حساب مرکز موشکی تهرانی مقدم اصفهان بودن. سرتیپ پاسدار غلام حساب خداداد علایاری و سرتیپ پاسدار جمیل حسینی و سرهنگ عباس قائم پناه و سرهنگ پاسدار حافظ نشادجو. اینا مخبرن، اینا برای پول کار میکنن، اینا جاسوس نمیشه روشون بگیر. ولی خب بالاخره دیگه جاسوسن دیگه، اینا طور نامی گفته میشه بهشون، چون که ولی خب اینا معمولا پولی هن. اینا اندیشه ای ندارن که بیان مثلا به اسرائیل کمکی بکنن توی. ولی خب احمدی نژاد نه، جاسوسه، یه جاسوس حرفه‌ای و کاردیده است. خامنه‌ای جاسوسه، لاریجانی ها جاسوسن. اینا اکثرا خیلیشون عراقی هن، خیلی اصالتا ایرانی نیستن. اینا خودشون دستای قدرت که دستشونه نمیذارن ایرانی ها بیان وسط، نمیذارن پای ایران اونجا وارد. بیاین که مثلا اونایی که اصیل نیستن، یا اصل شما یک کشور دیگه است، اونا رو وارد میکنن. پایدار باشید هموطنان عزیز و گرامی. خوشحالیم ما ایرانی ها مجددا از این حرکت اسرائیل. برای ارتش قدرتمند اسرائیل، دستان پرقدرت خداوند دعا میکنیم. امیدواریم که هر کجا هستند همیشه خداوند ارتش اسرائیل رو نگه بداره، از هر گزندی مسون بداره و سربازانش موفق و پیروز بشن و سالم و تندرست و سرفراز و پیروز به خاکشون برگردن و پیروزمندانه بتونن. من بارها براشون مقاله نوشتم، براشون نامه ها نوشتم که شما فرزندان، من نمیدونم حالا اینجا میتونم پیدا کنم براتون بخونم یا نه. یه لحظه اجازه بدید یکی از نامه هاشون رو من براتون بخونم، اگر داشته باشم براتون میخونم. بله هموطنان، من اینو پیدا کردم اما بسیار طولانی میشه دیگه. بس شما میتونید، به نظرم روی اینترنت هست، از دکلمه هایی هست که من برای چی میفرستادم، برای روزنامه تایمز اسرائیل میفرستادم و شما میتونید اونجا بخونید. اما حیف که این بسیار طولانی میشه. چشم ها همه به سوی رفح دوخته شده است. All eyes are on Rafah. Why were all eyes closed on 7 October? من نوشتم که چرا همه چشم ها بر روی 7 اکتبر بسته شد؟ چرا ماش الان به سوی رفح است؟ So all eyes were on Rafah. Then why were all eyes closed on 7 October? ای چشمایی که امروز به سوی رفح هستید، چرا در 7 اکتبر همه بسته بودید و حالا باز شدید؟ شما که نگاه ها به سوی، بذار بخونم دیگه، حالا طولانی شد ببخشید دیگه. ای چشمایی که امروز به سوی رفح هستید، چرا در 7 اکتبر همه بسته بودید حالا باز شدید؟ شما که نگاه‌ها به سوی رفح شما که نگاه‌هایتان به سوی رفح دوخته شده، چرا هیچ یک از ذهن‌هاتان نمی‌پرسد که چرا در 7 اکتبر جنایت کردید تا امروز نگاه‌ها شما را تعقیب کنند؟ هر وقت نگاهی کسی رو تعقیب میکنه، پس حتما یک کاری رو کرده. اون نگاه اون وقت اونو تعقیب میکنه. درست است، نگاه های مادران اسرائیلی هم به سوی رفح است، اما دیدها متفاوت است. آنها به سوی رفح می نگرند که آیا فرزندان به گرو گرفتهشان را در رفح پنهان نکردند؟
ذهنها میگوید رفح اهمترین جا برای تروریست هاست. تروریست های حماسی که در آنجا هم مأمنهای زیادی داشته باشند تا گروگان های اسرائیلی را در آنجا پنهان کرده باشند. این ظنه، یعنی خب پنهان کرده باشند. پس این امکان وجود دارد که تروریست های حماسی در آنجا هم مأمن های زیادی داشته باشند، یعنی در رفح، تا گروگان های اسرائیلی را در آنجا پنهان کرده باشند. اینطور نیست؟ با شما هستم، شما جماعتی که چند روزی زودتر به سوی رفح نگاه اون زمانی که نوشته بود all eyes on رفح، من 2 روز بعد از این نوشتم. 2 روز الان نوشتم شما اون جماعتی که چند روز پیش نگاهتون به سوی رفح بود، چند روزی زودتر بیشتر به سوی رفح نگاه کرده اید. من از شما یک سوال دارم. شما چشمایتان را تیزتر بکنید لطفاً، تیز بینتر لطفاً ببینید. شما یه خورده لنزاتون رو تمیز کنید، ببینید که آیا کفیر بیباس امروز شیر خورده است. کفیر اون بچه کوچولوی شیرخواره‌ای بود که اونجا در اون زمان در حساب گروه بود با مادرش و با پدرش، همشون گرفته بودن. کفیر بیچاره بچه 3 ماه 4 ماهه. گفتم خب شما که به all eyes on رفح همتون به سمت رفح نگاه میکنید، بی زحمت یه خورده تیزتر نگاه بکنید ببینید کفیر بیباس شیر خورده امروز، شکمش سیر شده اون بچه یا نه، یا گرسنه است. ای جماعتی که چند روز است، آره گفتیم شیر خورده است یا تا این ساعت روز او هنوز گرسنه مانده است. ای جماعتی که چند روز است دارید به سمت رفح نگاه میکنید، لطفاً یه خورده دقت بیشتری بکنید. ما انسان ها به غیر از کفیر 10 ماهه، اون زمان 10 ماهه کوچولو، یه کوچولوی دیگری هم اونجا داریم، برادرش آریل بیباس. ای بابا، برادر کفیرم آریل بیباس هم اونجا بود اون روزو. این مقاله رو من اون روزا نوشتم، حالا الان تاریخش رو براتون میخونم، بذارش 10 ژوئن، 10 ژوئن نوشتم. خب چشمایتون تیز بینتر لطفاً ببینید. یه بچه 10 ماهی دیگه ما اونجا داریم، آریل بیباس، که فقط 4 سالشه. میخواهیم بدانیم که آریل هم مثل کودکان شما که اکنون در کنارتان بازی میکنند، هر کدوم از شما که به سوی رفح نگاه میکنید، بچه هاتون کنارتونن دیگه، همه چیتون برقرار، امنیتتون، خونه هاتون درسته. ببینیم که اون بچه 4 ساله امروز اسباب بازی داشت، امروز مثل بچه های شما که در کنارتون بازی میکنن، آیا امروز اسباب بازی داشت که باهاش بازی کند و با آنها برادرش را بخنداند؟ شاید چشمهایتون بعضی چیزها را نمیبینن. یا اینکه کفیر و آریل هم در زمره دشمنان حماس به شما آورده اند و از این روی آنان ممنوع الملاقات کرده اند و به چشم دیده نمیشوند. آره؟ شاید چشمهایتان این چیزها را نمیبیند. یا اینکه کفیر و آریل هم در زمره دشمنان حماس به شما آوردند و از این روی آنان ممنوع الملاقات کرده اند و به چشم دیده نمیشوند. دوستان، به امید پیروزی تمام عیار ارتش اسرائیل در این جنگ پیش رو، من همیشه ارتش اسرائیل را بازوی خداوند مینامم. اگر خوب تفکر کنید میدانید که در آن سوی قضیه فقط نیروی شیطان و فرزندان شیطان وجود دارند. یعنی این ور که طرفدارای حماس و خامنه ای و اینا هستند، کسانی که سخت یهود ستیزند
و اسرائیل ستیزند. حتی یک بار جنایات هولناک حماس و تروریست های حماسی را محکوم نکردند. از آنها اونایی که این کارو نکردن، از آنها یک سوال دارم: آیا کشتار انسان‌های بیگناه که در حال جشن گرفتن و رقصیدن و مراسم صلح‌آمیز هستند آیا محکوم نیست؟ آیا کشتار اینا محکوم نیست؟ آدمربایی و تجاوز به زنان و دختران که در خانه و مأمن خود آرمیده اند آیا محکوم نیست؟ ربودن کودکان و زنان از منزلشان و بردن آنها و پنهان کردن آنها در زیرزمین‌های سرد و نمور و تجاوز به آنها به قصد گرفتن امتیاز در جنگ و پوان سیاسی آیا محکوم نیست؟ پاره کردن شکم زنان حامله و بریان کردن کودکان در جلوی چشم مادرانشان در فرن آشپزخانه و در منزل آن آیا عملی هولناک و فجیع و ضد بشری نیست؟ اگر هست چرا یک بار محکوم نکردید؟ و اگر نیست مشخص کنید که در کدام گروه قرار دارید. حیوانات درنده، بیست به قولن حیوانات درنده مثل گرگ و کفتار یا تروریست های آدم ربا و جانی مثل حماس و داعش و سپاه پاسداران. خب حالا بگویید ارتش اسرائیل که با این شیطان در جنگ است آیا قدرت خداوند نیست؟ آیا این ارتش جز بازوی خداوند چیز دیگری میتواند باشد؟ با سپاس و احترام، سرباز میهن عوض حاجیانی متخلص به پارسه، جمعه 18 خرداد 2583 یا 1403 برابر با 7/6/2024. سپاس. فرانکفورت آلمان، برنامه راه آزادی و فرانکفورت آلمان. سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز. پایدار باشید. برنامه بسیار طولانی شد و 47 دقیقه شد. از شما هموطنان عزیز سپاسگزارم. براتون آرزوی دلخوشی، تندرستی و آزادی رو براتون آرزو میکنم. پایدار باشید هموطنان گرامی. روز و روزگارتون خوش. پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه.